سلام علیکم یار و دوستان محترم هواداری کانال. امروز 15 اپریل 2023 شنبه. امروزها در همین نهره مسجد در همین راهرو و گلگشته ها گویم و از شنبگی از طرف خوانندگان همین گرد مکتب های گرد اطراف شنبگی کرسودیان یک خواستم کمی در همین پیاده روی کنم دوستان عزیزیمو تا اینکه یک شمول زمین گرد اطرافی تا اینکه از همین گرد و اطراف چگونه تازه کردم برای آمادگی عید رمضان دوستو کمی هم باشد برای شما نوار میکنم و اینچین صحبت کنم میبرایم که نمیدونم نواری من چند دقیقی میشه دوستان عزیزیمو. اینجا مرکز اینه که قبولگاهی مهمانا که از همینجا میگذارن همیشه یک وی عائله و مسجانه که مسجد رو من دوست میدارم گفته گپ دوستو برای شما خیلی مایده برآمده نوار میکنم دوستان عزیز. اینجا از نزدی پنچر میگذاریم. تو کسانی که پنچر یاد کردگی بود اینجا پنچر در زمان شوروی اینجا اونیورماگ بود، تمام چیز داشت همینجا بود در آمده. وقتی که جوان بودیم یعنی که کودک بودیم با همراه پدر همینجا آمده تماشا می‌داروندن ما را. هیچ وقتا در اینجا یک پامندگی بود، پامندگی دوستی بود، دوستی خلق‌ها بود. هوای یک سیمای خوب داشت. شاید هوای کمی تعمیر میکردن بهتر میشد اما همون چیزا از اینجا گرفتن دوستو. اینجا خدا خواهد به قریبی همه گلزار میشه. این گل‌ها رو دیدید کم کم شکفته ایستاده است. همین گرد اطراف همه جا و همین علف های آرایشی یعنی که گزان میگرد گزان پردگی هستن دوستان از اینجا در چی میگود چراغان میشود. اینجا حوض خیلی به قریبی همشه با تعمیر کرده چراغان میکنن دوستان عزیزم. همین خیلی جوانو طلبه های مکتب یعنی کالج همینجا میگود همینجا این کالج بچه هاش گرد اطرافی مکتب حوضه کرده ایستادن تا اینکه یک حسن زیبای برای همین دیار عزیزی ما شود خلاصه زیبا شود. گفتم خیلی یک سترشکه میکنن همین گزانه ها را من دوستان. دوستان عزیز راستی از یکی از معلم ها پرسیدم اجازت گیرم گفتم همون شاگرداشون خطی یک نوار چه کنم گفتن که نه ما را نمیدونم کجا تلویزیون نوار کرده رفتگی است. از همون حساب اجازت نداد تا اینکه از اینجا یک نوار کنیم رفتی کارهاشون دوستان عزیز. اینجا درآمدگاهی بازار اینجا گل‌ها انکای شکفته ایستادن دوستان عزیزم. عروس گپ اصلا نمیدونم درباره چی سخن کنم. به هر حال خیلی هر چی که باشد برای شما سخن میکنیم دوستان. البته از نزدیک انمین شاگردها رو گویم نوار نمیکنیم چون که شاید اجازه هم ندیم دوستو. برای خاطر از این نوع میگذاریم دوستو. خیلی اینجا نزدیک بازار است دوستان عزیز.
اینجا دوستان ایمان اینترنشنال و اینچنین بانک اسقاط هرچ در پهلوی هم پیش همین ایمان اینترنشنال وای بود سنترال اپتیکا حاضر در جای وای همین ایمان اینترنشنال آرنده گرفته است. کسانی که ندونند در بالای بازار است دوستان عزیز ما. اینجا ایستگاه قرقسوی است نزد همین ایمان اینترنشنال. گازل ها و اینچنین خیلی ماشین های سبوگراف حساب اینکه راهی قرقسوی تعمیر شده است بهتر شده است. ماشین های معده خطی و همون گرد اطراف یعنی که تو کالخوز و تو قرقسوی اونجا میبرند دوستان عزیز ما. من هم از همین فرصتی مناسب استفاده برده خیلی پیاده روی میکنم دوستان عزیز ما. پیاده روی چون که خیلی فقط کارم در این ماشین شیشتن در این ماشین انتظاری و همون خاطر بودم کمی هم باشه راه روم وقتم گذرد دوستان. اینجا نزدی اروند است و بانک اروند در اینجا قرار دارد دوستان عزیز ما. کمی پیش از راه به سمتی معارف دوستان عزیز ما. واقعا طبیعت زیباست همه جا سرسبز شده ایستاده است. یعنی که سرسبزی خرمی برای شخص یک احساسات خوب را میدهد دوستان. آدم واقعا دم میگیرد هم چشمش دم میگیرد هم عصبهاش آروم میشوند دوستان عزیز ما. گل ها کم کم شکفته ایستاده دوستان عزیز ما. دوستان چارکوچگی به سمت معارف میرفته از همین طرف میرود دوستان. معارف اینجا ساونس میگود یا که با استیلای دیگر گیریم شغل اهالی با زبان تاجیکی خود ما شغل اهالی پیش همینجا را ساودس میگفتن. علیکم السلام. همه خیلی بود هوای خوب است در همین وطن عزیزی ما. هوا علیکه گرم شده ایستاده است واقعا. برای دهقانا این البته هوای گرمی خوب است چون که همون دانه که در زمین پوشیده هستند البته با گرمی آفتاب از زمین سر بالا میکنند. چون که اگر هوا سلخین ایستاد خاک نتسبد همون گویم زراعتی که دهقان بر زمین میخواباند یا که زیر خاک میکند نمیبراید از زمین دوستان. به همون خاطر این گرمی ها اگرچه برای انسان ها بعضی ها میگن که هوا گرم شد گفته شکایت میکنن این چیزا یعنی که بر فایده ما هست. اگرچه ما گرم شد اما همین دهقانی های ما از زمین میبراید برای خاطر همین شکر کردن در کار که در بهار خیلی آفتاب میشود. من دوستو تو باری دیگر دوستو زنده و سلامت باشید. تو همینجا را من خواستم که نوار کنم برای دوستو مهمونای کنند. واقعا یک سیمای خاص دارد در همین اسماعیلی سامونی در مسجد ما دوستو. زنده و سلامت باشید دوستو که تو اینجا را ما رو نواری ما رو گویم تو اینجا را تماشا کرده دوستان عزیزی ما. بسیار واضح همینجا هم تازه کردن از حساب اینکه چند روز شمال ها شد در همین منطقه گویم خیلی شمال شد همون برگ و شاخچه های درخت ها را به اینجا آورده چاشیدگی است. اینجا رو هم به جا تازه میکنن دوستان.
و یک فرهنگی بعضی از بچه‌های بی‌ادب است که واقعا توانی نیکی کردن نداری و کسی ضررت رو نرسان. دوستان همین چراغا را حتما حفظ کردن در این، چون که چراغان میکنند همه همین گرد و اطراف را. دوستان عزیز به همه خاطر التماس چیزهایی که در همین گرد و اطراف نصب می شود همونها را ضرر نرسانید. حرکت کنید، یک آبادی کنید، نه اینکه ضررتون به کسی رسد. دوستان عزیز من این دوامش دیگه نمیبرم. دوستان دیده چقدر طبیعت زیباست، یعنی که همه جا سرسبز. بعد از تقریبا 10-15 روز الان که اینجا پر از گل‌های صدبرگ میشه دو طرفه همین راه. دوستان عزیز ما خیلی زیبا میشه. دوستان الهی همیشه همین خیلی پرچم وطن عزیز ما پرافشان باشد در تمامی همون تریبونه های دنیا، چی ورزشگرها بالا بردارند، چی خلاصه همیشه خیلی پرافشان باشد پرچم وطن عزیز ما. دوستان هر باقی سربلند خانه آباد باشید، همتون خداوند نگهدار باشد. الهی همیشه وطن عزیز ما تنج و آرام باشد. راه به قریبی تعمیر می‌کنن، اینجا جای ورزش کنسالیان تا اینکه تعمیرش کنن همین گرد اطراف. دوستان خیلی شب بوده و سلخین است اینجا. از حسابی همین چنارهایی که در زمان شوروی شیندگی بودن همینجا و حالا هم کارهاشون فعالیت کرده. همین درختها خیلی سایه های خوب دارن. البته از این درختها در هواهای گرمی از سایهش خیلی استفاده میبرند. مردمی پیاده‌گردی که در همین راه میروند. دوستان عزیز ما خیلی از وطن عزیز ما وطن آفتابی است، خیلی گرم است در تابستان ها، اما در اینجا ها با همین خیلی درخت هایی که سایه افکن هستند در سایه اینها مردم بهره میبرند و وقت میگذرانند. مرا دوستان کسانی که در و تریزه پلاستیکی میخواد که در همون در و تریزهاش پلاستیکی باشن، دوستان در همین سنتری بوستان است همین خیلی کارخانه خوردی در و تریزه. برای من رقم های تلفن برای تماس میتونید زنگ زنید برای خانه و درهاتون در و تریزه پلاستیکی رو زکاس کنید. برده نصب کردنش به فکرم بی پول باشد در کار. 92 740 14 49. دوستان زنده و سلامت باشه. من دوستان باز یک کارخانه خوردی در و تریزه که فرق پلاست میگود، در و تریزه های پلاستیکی و آلومینی صفت اعلی، نرخش ارزان، دستافکا و استانوفکا بی پول است. 92 706 6051 میتونه زنگ زنید دوستو. چونین در و تریزه ها رو برای در و خانه هاتون زکاس کنید. دوستان عزیزی محمد 706 6051. هر دوستا باقی سربلند و خانه آباد باشه. خیلی کم کم فرامده رفتن بگیریم. حتما زنگ زنید فرخ پلاست. البته در رفت یعنی همین فرامده هم بعضی از همون کارخانه ها را رکلام میکنیم بی پول گفته کنیم که دوستان. راستی گپورم ادا شد دوستان عزیز. نمیدونم درباره چی گپ زنم.
از نزد بانک اروند میگذاریم دوستو. کسانی که نواره ما رو یک خیلی تماشا می‌کنید دوستو، این نوارها بهر شما حسابی که یگان خیلی ایده که نیست، از روی همون ایده کار کنیم و همون خاطر همین خیلی نوارها در وقتی گشت و گذار کردن در یگان طرف این طرف و اون طرف نوار میکنم تا اینکه شما راستی یکی از دوستا گفتگی بود که راستی گفت همین نواره شما را اگر شما همین رای خالی به هی کنید از اول تا آخرش تماشا میکنم ببینم که در همون راه گویم چی هست و با یک لذت گویم با یک شفق خاص همون چیزها رو نگاه میکنم. گفته من خیلی تعریف میکنم دوستو. تو بعضی دوستو هستن که من خیلی تماشا میکنم برای خاطر از همین چیزو نوار کردم. راستی گفت مردم از همین کینو تماشا کردن در مسافرت ها بیزار شده است. بعضی هم خیلی نوارهای ما رو نگاه میکنند و یک شب. البته بعضی ها تنقید میکنند، بسیاری ها لیکن بسیاری ها نوارها رو تعریف میکنند دوستان. این بود دوستو برای شما از رفت و برگشت تا هیکل اسماعیل سامانی بر آمدم دوستان. حسابی که در راه پر از خوانندگان و زنها بودن، اونجا را همیشه 100% نوار نکردم. همین آرایشات زمانی شوروی در بناهای دولتی هم خیلی بود دوره پیش. از ویدیو معقول باشد حتما فکر و اندیشه نیک خود را در نوار میگذارید دوستان عزیز ما. پیش وقتا همینجا به لگمان بود، حالا هم هست همین لگمان، فقط شکلش تغییرات کرد که اشخانه وحدت میگود. این یک سمبوسه خانه فرغانه پیشاده شده است الان اینجا. البته پیش از رمضان کمی کار فعالیت کرد، حالا رمضان است که از کار فعالیت ماندگی است. انشاءالله بعد از رمضانی ها حتما کشوده میشه دوستان. سموسه برای قبول فرمایشی یک روز پیش میگود، چون میتونید زنگ زنید و زکس کنید. بوده سموسی کوسگین فرغانه رو. رقمای تلفنش برای تماس 92 783 45 33 اینچنین 50 505 00 34 دوستان. بعد خیلی سموسه های کوسگین گویم فرمایش یک روز پیش است وقتی درکاری شما دوستان. اینا رکلام ها البته برای دوستو بسپلات نه اودو نوارهای ما رو بینن ما رو شناسن نگه یا خیلی مهمان میکنن دوستان عزیز. نه واقعا قهرمان خدا باشه دوستو. تقریبا 20 دقیقه شدم این نوار ما دوستان عزیز. باقی سربلند و خانه آباد باشه.